فوتبالیست 9 ساله اردبیلی که صحبت نبوغ بالاش تو این رشته ورزشی و البته پیوستنش به یکی از تیم‌های مطرح دنیا همچون رئال مادرید اسپانیا این روزها نقل محافل ورزشی بود، در ایران ماندنی شد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران با حضور در هیئت فوتبال استان اردبیل تفاهمنامه 10 ساله با امیرحسین حاجی‌زاده بازیکن 9 ساله اردبیلی امضا کرد. نهایتاً این شد که از طریق با باشگاه پرسپولیس قرارداد 10 ساله‌ای منعقد کنن و مربی ایشان هم مربی باشگاه پرسپولیس بشوند در استان اردبیل. این بچه پرورش عادی پیدا کنه در شرایط مناسبتر، البته بعد یا میاد به تیم بزرگسالان پرسپولیس یا اگر به کشورهای اروپایی میره با لحاظ کردن حق انتقال به خودشون و قراردادهایی که مرسوم هست ایشونو منتقل کنیم به یک کشور خارجی. تو آرزوت این بود بشی بهترین بازیکن جهان، امروز با پرسپولیس بستی. اول میخوام برم پرسپولیس، بعدن به باشگاه اروپا. این تصمیم رو کی برات گرفت؟ خانواده و به مشورت الده. با صحبت‌هایی که با آقای دایی داشتیم اینجور صلاح شد که اول با پرسپولیس قرارداد ببندیم، بعدن انشالله اگه خدا بخواد عازم اروپا بشه.